حضرت سلمه ابن دینار رحمه الله یکی از بزرگان تابعین هست. پادشاه سلیمان ابن عبدالملک رحمه الله یک روزی از او را خواست، گفت من را نصیحت کن، اما یک چیز، من از مرگ، ما میترسیم از مرگ. چرا؟ سلمه ابن دینار فرمود چون ما خانه دنیا را آباد و خانه آخرت خود را خراب کردیم. کی حاضر است که از خانه آباد به خانه خراب برود؟ امروز حال ما مسلمانان همینطوری شده است. از خواص تا عوام هیچ کدام از ما به فکر مرگ نیستیم، هیچ کدام از ما به فکر آخرت نیستیم. قرآن عظیم الشأن می‌فرماید من مرگ را جلو روی شما نشان دادم و من نعمره ننکزه فی الخلق افلا یعقلون. این مردم چرا عقل ندارن مگر نمیبینن؟ کسانی که من عمر دراز برایشان دادم، کسانی که سنشان بالا رفته است، برعکس شد از حالشان، جلوتر توانایی داشتن حالا نیست، موهای سیاه به موهای سفید تبدیل شده است، بدن قوی به بدن ضعیف تبدیل شده است. الله متعال میفرماد افلا یعقلون، مگر مردم عقل ندارن؟ مگر مردم تدبر ندارن؟ فکر ندارن که ببینن؟ هر روز حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندی رحمه الله میفرماید که ملک الموت هر روز اعلام میکند، قصه را نقل میکند از بزرگان که ملک الموت برای کسی گفت که شما هر روز شما را من خبر میکنم. گفتن شما ناگهان آمدید؟ فرمود هر روز من شما را خبر میکنم. فلانی وفات کرد، فلانی از دنیا رفت، بدن شما ضعیف شد، مریض شدید، سختی ها را دیدید. اینا همه پیام های من بود، ولی شما هیچ متوجه پیام ها نبودید و متوجه اینها نبودید و خود را بر حال بیگانه میگرفتید. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابی میفرماید که شما به قبرستان بروید، ذل القبور فانها تذکر بها الاخره. به قبرستان بروید، به قبرستان گذر بکنید. کسانی که تاج و تخت داشتن، کسانی که مال و منال داشتن، کسانی که رؤسای قوم بودن، اونها کجاین؟ زیر خاک. شما برید قبرستان. فرمودن به خاطر که به یاد مرگ بیفتید. گاهی فرمودن شما در شستن اموات شرکت بکنید، ببینید مرده ها را، بدنهای خالی از روح را، که اینها چه حال روزی دارند. و در جای دیگری فرمود که ابو هریره میفرماد، ابو هریره که دست من را گرفت و بیرون از شهر برد، برای من گفت ابو هریره این استخوانها را میبینی و این اشغالی ها و وسایل خانگی را؟ گفتم بله. گفت این استخوانهای کسانی است، مردان و زنانی است که یک روزی آرزو به این دنیا داشتند و میبالیدن به دنیا، میبالیدن به مال دنیا، به رنگ و صورت دنیا، به زرق و برق دنیا، و این هم مال و منانشان هست که به خاطر همین مال و منان اینها با هم دیگر درگیر بودند.